درود دوستان، خیلی خوش اومد به ویدیو جدید. خب بچه‌ها، ما تو این چنل ویدیوهای گیمینگ براتون میذاریم از PS و فیفا و شاید بازی‌های دیگه. همین الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم، استقلال داره بازیش تو آسیا انجام میده و 2 جلو بود اونجایی که من دیدم. خب بچه‌ها، طبق گردونه‌ای که الان چرخوندیم دیدید که بین پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور سپاهان افتاد و ما میخوایم از لیگ سپاهان رو بریم و ببینیم میتونیم آیا سپاهان رو نجات بدیم. البته خب سپاهان الان یه ذره عملکردش بهتر شده. اول فصل چند تا بازی رو یا مساوی میکرد یا میباخت. تو آسیا هم عملکردش خوب نبود. بعد دیگه الان دیروز بازی داشتش که بازیشو یکی هم برد مقابل آخال و بریم ببینیم که میتونیم سپاهان رو نجات بدیم و ببینیم که سپاهان تو PS جدید که تازه اضافه شده چه تیمی داره. خب رفقا، حتما ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم، کانالتون سابسکرایب کنید و بچه‌ها من 2 تا ویدیو براتون گذاشتم و به تماجد امشب هم سومشو میذارم براتون. یه دونه بازی رئال و بارسا رو تو اف 26 براتون گرفتم گذاشتم، یه دونه پرسپولیس استقلال تو همین PS و امشب هم بازی برگشت فیفا رئال مادرید و بارسلونا رو براتون میذارم و بعدش هم پرسپولیس و استقلال که بازی برگشتشه. و امیدوارم این ویدیو رو که میبینید حتما خوشتون بیاد. ویدیو رو هم لایک کنید. خب بچه اینجا رو میبینید که باگ شده، نمیدونم چرا و اوایلش 2 تا آپدیت بده سایت مودینگی، گروه مودینگی، این باگاش درست میشه و احسان حادثتی هم میبینید که با سید حسین حسینی اومدن نوید کیا و دارن صحبت میکنن. خب بچه ها، فکر کنم لیوان سانچزی که داره با نوید کیا صحبت میکنن و من این زیاد نمیشناسم. خب شانس قهرمانی بود چقدر. خب این آقا نوید کیا چی میگه؟ من از عضویت در این باشگاه خیلی خوشحالم. داشتن هدف خیلی خوبه اما نمیشه قهرمانی را روی هوا زد. برای داشتن هدف به قهرمانی ما به تیم قوی و با تجربه نیاز داریم. خب سبب که فوتبال شما در این فصل چه سبکی خواهد بود؟ خب بردن همیشه یه هدفه، اما من دوست دارم فوتبالی بازی کنم که هوادارا بتونن بهش افتخار کنن. از بازی کثیف و اینا هم اصلا خوشم نمیاد و خوام به روش صحیح فوتبال رو بازی کنم. خب بچه‌ها، اینجا من یه چند تا بازیکن اینا رو فروختم و اینجا که خودتون دارین می‌بینید هادی محمدی و دیگه لطفی و اینا رو گذاشتن پلیس انتقال براشون پیشنهاد داد. کاورزایی هم همینطور. بچه دیروز که سپاهان بازی برد همین کاورزایی گل زده بود. این بازیکن‌ها رو فعلا بکشیم تا ببینیم جلوتر چی میشه. خب رفقا، بهترین بازیکن جهان آرش رضامند خواستم و ما دادیمش رفت. اینجا الیاصغر اعرابی فکر کنم اسمش. آره یه چیزی، اینم یه ذره برد بالا قیمتشو. و بچه اگر سرصدا از دور و بر من میاد شرمنده کنم، اینجا یه ذره سرصدا زیاد من هر سکوت صحبت کرد و الان خودم هم اینجوری دارم سرصدا میکنم ولی خب زیاد مهم نیست. خب بچه ها حتما ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم. بریم ببینیم در ادامه این کیا رو میتونیم بخریم. میخواستم از لیگ عربستان یکی رو بخرم، یه مهاجم دنبالش بودم چون با این کریبلیه چیه زیاد حال نمیکنه. اول خواستم برم از تراکتور بگیرم چیزو، این دوروجدکو با اشترکالی. دوروجدک واقعا بازیکن خیلی خوبی بود، نیم فصل به تراکتور اضافه شد، میخواستم بخرمش. ولی خب بچه‌ها تو ذهنم اومد که ما رو سمت دفاع راست آریا یوسفی رو داریم، بازیکن جوان آینده داره، بازیکن تیم ملی هم هستش. ولی چون تراکتور یه ذره دفاع راستش زیاد از دانیال بگیر تا صادق محرمی و فرجی و حتی شیری، 4 تا بازیکنی داره که دفاع راست میتونن بازی کنن. من اول خواستم برم دانیال رو بگیرم ولی گفتم ولش کن، صادق محرمی بازیکن جوان‌تریه، دانیال هم بازیکن خوبیه، تازه به تیم ملی هم دعوت شده و حقش هم هست چون چند فصل یه 4 فصل هستش که تو اوج دیگه جورایی که اون مایی که تو پرسپولیس بود چه الان که تو تراکتوره. فصل جدیدم بازیکن خوبی بوده به نظر من. همین پیروز هم که با اشتارجه بازی داشتن عملکردش خوب بود، یه گل هم زد. خب به صادق محرمی درخواست دادم تا ببینیم چی میشه.
بچه اینجا خواستم برم یه مهاجم از لیگ عربستان بیارم ولی منصرف شدم، گفتم برم از همون لیگ خودمون و استقلال، چون استقلال به نظر من الان مهاجمای خیلی بهتری داره نسبت به سپاهان و تراکتور و پرسپولیس و از سرخیزان گرفته تا آزادی و نازون که به نظر من نازون خیلی بازیکن خوبیه، یعنی هر دفعه که من برداشتمش استفاده کردم ازش یه همینجوری پشت سرم گل میزد. حالا نمیدونم الان در ادامه میتونه این عملکردش رو داشته باشه یا نه. نازون هم بازیکن خوبیه ولی فعلا تو استقلال جا نیفتاده. یه ذره استقلال چون این ذره مشکل داشت تو خط دفاعیش، تو خط هجومیش هم فعلا یه هافک بازی ساز میخواد. درسته مونی بازیکن خیلی فوق‌العاده یا تو بارسلونا بازی کرده، از اونور از احمدی هم میتونه استفاده کنم، ولی به نظر من اگر ماشاریکوف برگرده این نازون رو میتونه قشنگ بندازه رو دور گلزنی. خب به نازون درخواست دادیم و فکر کنم اولین خریدمون هم بشه چون ارزون بود. بچه بازی دوم با پیکان، بازی اولم یه اسکیپ کردم، یکیش باختیم و اینم از اولین خریدمون که نازونه و نازون وارد باشگاه سپاهان شد و کنار کریبلی اگر اشتباه نگفته باشم اسمش مهاجمای سپاهان رو تشکیل میدن. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or بچه این پیشنهاد چند تا پیشنهاد برام اومد از خاکستری که 4 میلیون میخواستن، 4,800 تومان میتونستم بهش بدم بره، ولی خب دیگه نگرش داشتم دیگه. میتونستیم مثلا بریم یه دفاع چپ بگیریم، البته خب دفاع چپ داشتیم یه دونه دیگه مرفیان داشتیم. خب بچه ما خریدایی که کردیم یه دونه دانیال صادق محرمی نگیریم، دانیال رو گرفتیم، یه دونه از شباب سعید عزت اللهی رو گرفتیم، نازون رو گرفتیم و فکر کنم اگر اشتباه نکنم محمد مهدی محبی هم گرفتیم. بچه ها این محمد مهدی محبی به نظر من خیلی بازیکن خوبیه، چون واقعا فصل پیش ترکون، یعنی هم به استقلال گل زد هم به پرسپولیس کنم بیشتر زد، یه دونه تو جام حذفی زد، یه دونه تو بازی برگشت لیگ زد، آره دیگه بیشتر زد، به استقلال فکر کنم یه دونه زد. بعد سعید عزت اللهی که کنار محمد کریمی بازی میکنه، دانیال رو بازی گذاشتیم دفاع راست چون قبلا تو سپاهان بوده، برگشت دوباره سپاهان. اینجا می‌خواستم جای این ایوان سانچز یه آردویلیات بگیرم که محبی گرفتم بیشتر باشال میکردم، خواستم جای لیموچی هم بگیرم چون لیموچی اگر فصل پیش مصدوم نمیشد فکر کنم رباطش باشه، مصدوم نمیشد الان اوراش 72 نبود، هیچ 74 یا 75. ولی یه بازیکنیه که مثلا وینگر نمیتونه جلوش استفاده کنه، میتونستم یه وینگر هم بگیرم ولی خب بچه من از دانشگرم زیاد خوشم نمیاد، بخاطر این گیولسیانی رو گذاشتم و بریم سراغ اولین بازی. بچه 2 تا گیم پلی داریم به احتمال زیاد و بازی اول با مصر رفسنجانه و بریم ببینیم این بازی رو میتونیم ببریم یا نه. بچه ها دقیقه رو میبینید که دقیقه 55 و تا دقیقه 55 هیچ اتفاقی نیفتاد و اینجا ما یه دونه ضد حمله زدیم با ریکاردو آلوز، محمد کریمی، دوباره آلوز، اینجا پاس دادم به محبی، اینجا با نازون زدم ولی خب گل نشد رفت. همین نازون اولش داشت گل میزد، نوید کیان که عصبانی شد. اینجا دوباره یه موقعیت دیگه دستمون اومد و تونستیم با پاسکاری خوب، البته که اینجا سوتی دادیم و اینجا دوباره اونا سوتی دادن و تونستیم با پاسکاری خوب حمله کنیم با لیموچی
و یه گلای تمیز با لیموچی و آلوز و الان هم پاس دادیم به دوباره لیموچی و اینجا دادیم به آلوز و آلوز گل اول رو برامون زد و اینم تنها گل بازی بود و با همین نتیجه یکیش تموم شد. بچه به نظر من آلوز اگر تراکتور میمون بهتر بود، هم برای تراکتور هم برای خودش. خب رفاقا دیگه در ادامه نه ما هم بکردیم نه مصر رفسنجان و بازی هم یکیش تموم شد و تونستیم این بازی رو به زور و با نتیجه یه گل ببریم و بچه نتیجه ها هم ببینید که حساب بازی شد 2-0 برد، پرسپولیس هم 2-0 باخت، تراکتور هم 1-0 بازی شد. خب بریم ببینیم ادامهش، ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه بازی بعدی با شمس‌آذره و این بازی هم براتون میذارم و بچه ها حتما ویدیو رو لایک کنید و منتظر پارت بعدیش هم باشید. فکر کنم بتونیم تا 3 یا 4 تا پارت داشته باشیم از بحث لیگ سوم، بعد دوباره بریم سراغ گردونه ببینیم بحث لیگ تیم بعدی پرسپولیس، استقلال یا تراکتور. خب اینجا ما موقعیت اول داشتیم که ضربه رو زدیم با سید محمد کریمی و دروازه باز نشد، تیرک رو زدیم. اینجا دفاع رسوندن اوت، اینجا با محبی یه پاس دادیم به هننوف سانت کرد و نازم گل اول بازی رو برامون زد. بهتون گفتم این نازمه خیلی خوبه. خب ما الان تو پست دفاع راست از دانیال میتونیم استفاده کنیم، از آریا یوسفی میتونیم استفاده کنیم و هننوفی که الان پاس گل جلوتر دوباره توپ رسید به لیموچی، اینجا یه دونه اینجوری ضربه زدیم دوباره تیرک، دوباره یه آردو زدیم دوباره تیرک. دیگه الان وقتش بود که مربی از اون گلای خوشگلش بزنیم. اینجا آوردیم که آردو رو بزنیم نشد، رسیدیم به هننوف و اینجا یه سوپر گل دیدیم از محمد مهدی محبی و توی امیدوارم از این گل خوشتون اومده باشه بچه. خیلی گل خوشگلی بود، من خودم حالی کردم باش. خب بچه اینو بهتون بگم من زیاد آردو میزنم، یعنی آردو رو از من بگیرم من هیچی بلد نیستم. اینجا هم که خوشحالی رونالدویی میکنه و میگه همه ساکت. اینجا رئیس منم و دیگه یه گل دادیم ولی گلش خود داشته. خب بچه ها اینو گل دوباره تکرارش ببینید و توی خب این بازی هم چیز زیادی نبود جز اون دو گل. بچه پرسپولیس بازیشو برد، تراکتور هم بازیشو برد و استقلال بازیشو باخت. خب بچه ها جدول هم دیدید که تراکتور و استقلال و خوزستان رو با خودمون 4 تای اول هستیم و بازی بعدیمون با گلگوهره. بچه ها اینا هم اسکیپ میکنم ببینیم چه نتیجه پیش میاد و یکیچ بردیم. اون برم پرسپولیس مساوی کرد، استقلال بازیشو برد و تراکتور هم بازیشو یکیچ برد. بچه جدول هم دیدید که تراکتور و استقلال سپاهان و چهارم تیمای اول که 4م هستن. بازی بعدیمون با ملوانه. بچه این بازی هم اسکیپ میکنیم و از بازی بعدی که بازی جام حذفی هست و با آلومینیوم بازی داریم. خب بچه این بازی 3-1 بردیم، تراکتور هم 3-1 برد، استقلال پرسپولیس هم با هم بازی داشتن، دربی رو برگزار کردن که استقلال 1-0 برد. خب بچه داشتم میگفتم که این بازی هم براتون اسکیپ کردیم و بازی بعدیمون تو جام حذفیه. رفقا حتما منتظر پارت دومش باشید و جام حذفی شروع میکنیم، پارت دوم براتون ریکورد میکنیم و داخل چنل آپلود میکنیم. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما لایک ویدیو رو بزنید، چنل هم حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم، دوستتون دارم، خیلی عشقید.